فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اولا جای دارد که از همه ملت افغانستان و بخصوص از شما ملت شهید پرور هرات باستان تشکری داشته باشم که در طی این هفته از هر گوشه و کنار افغانستان ندای ملت و صدای ملت بلند شد به خاطر دفاع از قرآن عظیم الشان. از همه مسلمان ها و از همه عاشقان قرآن تشکری می نمایم. آن عزیزانی که به خاطر دفاع از قرآن جام شهادت را نوشیدند، الله سبحانه و تعالی روحشان را با شهدای بدر و احد ملحق بگرداند و برای مجروحین عزیزی که به خاطر دفاع از قرآن مجروح شدند، الله سبحانه و تعالی شفای عاجل عنایت بفرماید. و برای عزیزانی که فقط به خاطر دفاع از قرآن اسیر شدند، الله سبحانه و تعالی برای ایشان صبر و استقامت و راه خلاصی از اسارت را فراهم بگرداند. سروران عزیز و بزرگوار، بحث این هفته ما پیرامون چی کسانی را الله دوست دارد و چی کسانی را دوست ندارد
روی این موضوع بحث ما هست. همه میگویند که ما الله را دوست داریم، ولی مهم این است که الله چی کسانی را دوست دارد. آنهایی که با کفار نشست و برخاست میکنند، از آنها هم بروید پرسان کنید، میگویند ما الله را دوست داریم. از منافقین صدر اسلام هم که پرسان میشد میگفتند ما الله را دوست داریم. آنهایی که در روی زمین صد فسق و فجور را انجام میدهند، باز هم میگویند که ما الله را دوست داریم. آنهایی که در روی زمین خیانت میکنند و باز هم میگویند که ما الله را دوست داریم. حالا همه الله را دوست دارند. خیلی جالب هست، مسلمان های واقعی هم میگویند که الله را دوست داریم و آنهایی که به نام مسلمان هستند آنها هم میگویند که ما الله را دوست داریم. حالا همه ادعا میکنند. زن با حجاب هم میگه من الله را دوست دارم، زن بی حجاب هم میگه من الله را دوست دارم. کسی که با کافر مقابله میکنه، مبارزه میکنه، میگه من الله را دوست دارم، و کسی که از کافر هم دفاع میکنه میگه من الله را دوست دارم. حالا الله چی کسانی را دوست دارد؟ این مهم است. و الله چی کسانی را دوست ندارد؟ بحث ما روی این موضوع هست سروران عزیز و بزرگوار. من فقط از لابلای قرآن بیان می کنم، تا حتی روایت هم بیان نمی کنیم. حدیث هم نمیگیم که باز ادعی بگن که این حدیث صحیح بوده یا نبوده و یا ضعیف بوده و یا قوی بوده. خلاصه اشکال با احادیث پیدا کنن، اما فقط آیات قرآن عظیم و شن را میخوانیم که الله چی کسانی را دوست دارد و الله چی کسانی را دوست ندارد. اول آنهایی که الله آنها را دوست دارد چی کسانی هستند؟ خدای تبارک و تعالی در سوره صف در جزء 28 الله سبحانه و تعالی در آیه 4 می فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. يحب چی معنی؟ همانا خداوند دوست می دارد. چی نعمت عظیم و بزرگی که الله بگوید من فلانی را و فلان گروه را دوست دارم. حالا خود شخص که ادعا کنه خیلی مهم نیست. وقتی ما بگیم که من فلانی را دوست دارم، ولی فلانی که تایید کرد که ها من هم او را دوست دارم، این خیلی مهم است. این خیلی مهمه. حالا الله میگوید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. الله دوست می‌دارد آنهایی که در راه الله جهاد می‌کنند. مجاهدین را الله دوست دارد. حالا تو انسان مذبذب مجاهدین را هرچی می‌بینی ببین، القاعده میبینی، تروریست میبینی، خشونتگر میبینی، افراطی میبینی، آشوبگر میبینی، هر چی که میبینی ببین. دیدن تو خیلی مهم نیست. الله از فوق آسمان ها میگوید مجاهد محبوب من است. یقاتلون فی سبیله، آنهایی که در راه الله می جنگن، فقط در راه الله. کأنهم بنیان مرصوص، اینها چنان صف محکمی هستند که الله میگوید اینها صف سروپی دارند.
مجاهد واقعی سروران عزیز و بزرگوار خوب متوجه باشید که دلهای ما و شما را به تزلزل نیندازند. آن انسانی که به خاطر خدا علیه متجاوزین حرکت کرده او هیچ وقت نمی آید تسلیم نمی شود. مسلمان ها به این فریب نخورند. این تسلیمی ها مسلمان ها را به تزلزل نیندازه که نام جهاد و مجاهد خدشدار بشه. نه، دیروز رفته بودی علیه این حکومت و نظام قیام کردی، امروز چی شد؟ حکومت صالح شد، حدود الهی جاری شد، نظام اسلامی شد، کفار دور شد؟ نخیر، قدرت ماست رفت، حالا پس قدرت برایش میدن. ثروت ماست رفت، حالا پس ثروت میدهن. اما الله از مجاهدینی را راضی هست و دوست دارد که صف اونها مثل سرب هست، بنیان و مرصوص هست. الله این گروه را دوست دارد، آنهایی که به خاطر الله جهاد میکنن، نه به خاطر مقام، نه به خاطر چوکی، نه به خاطر شأن و شوکت، نه به خاطر که او را قهرمان بگویند، فقط به خاطر اینکه نام الله و احکام الله در روی زمین سرفراز و سربلند باشه و بماند. ان الذين يحبون ان الله يحب الذين، این گروه را الله دوست می‌دارد. بحث ما این است چه کسانی الله را دوست می‌دارن؟ همه ما دوست داریم، همه میگن، تا حتی یهودی ها و نصرانی ها و منافقین هم میگن که ما الله را دوست داریم. مشرکین صدر اسلام هم میگفتن که ما الله را دوست داریم، الله را به یگانگی تا حتی میشناختن. اما مهم این است که الله چی کسانی را دوست می‌دارد. اول گفتیم که مجاهدین. دوم الله سبحانه و تعالی در جزء 4 در سوره آل عمران در آیه 146 می‌فرماید والله یحب الصابرین. خدا دوست می‌دارد صابرین را. صبر، طاعت و عبادت صبر می‌خواهد. تو برادر و عزیز و تو خواهر گرامی که از ساعتهای 8 و 9 و 10 میایی به خانه الله، این صبر می‌خواهد. والله یحب الصابرین. خدا دوست می‌دارد صابرین را. و کسی که در مقابل مصائب و مشکلات صبر می‌کند، مشکلی می آید، غمی می آید، اندوهی بر سرش می آید، او صابر هست. خدای تبارک و تعالی دوست می دارد صابرین را. و انسانی که در مقابل معصیت صبر می کند، گناه برای تو انسان مسلمان فراهم شده، سود و قمار فراهم شده، مجالس گناه و معصیت برای تو آماده شده، ولی صبر میکنی، نمیروی، گناه نمیکنی. الله سبحانه و تعالی تو را دوست می‌دارد. والله یحب الصابرین. خدای تبارک و تعالی دوست می‌دارد انسان‌های صابر را، انسان‌هایی که صبر دارن. صبر گفتیم که در طاعات، در معصیت و در مصائب و مشکلات، اینا همه صبر لازم هست. الله صابرین را دوست دارد. خوشا به حال تو مسلمانی که صابر هستی. سوم، الله سبحانه و تعالی در جزء 4 سوره آل عمران آیه 159 می فرماید ان الله یحب المتوکلین. الله سبحانه و تعالی دوست می دارد چی کسانی؟ کدام گروه را؟ انسانهایی که با الله توکل کردن. متوکلین الله سبحانه و تعالی دوست می دارد. در صدر اسلام مشرکین چند نفر را روان کردن پیش روی مجاهدین، آنهایی که در غزوه احد روان بودند. آمدن تبلیغات را برای انداختن که شما نیایید، کافرها زیاد هست، امکانات زیاد دارن. خلاصه
خیلی شمشیرهای تیزی دارن. همه الان در شرایط امروزی چقدر تبلیغات هست. نمیشه با این کافر گرفته، توپ داره، طیاره داره، کروز داره. تو مسلمان ایمان خود را فراموش کردی که ایمان مسلمان فوق همه توپ و طیاره دشمن هست. این تبلیغات دشمن عوضی که مسلمانان صدر اسلام را به تزلزل و به پریشانی وادار کند، چه کار شد؟ فزادتهم ایمانا. ایمان مسلمان ها با این تبلیغات دشمن قوی شد و بعد گفتن حسبنا الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گفتن خیر است که دشمن همه امکانات را داره، ما توکل ما با الله است و الله برای ما کافی هست، دیگر راهی نماید، شمشیر تیزی نمیخواهد. با الله که بودی، الله سبحانه و تعالی دشمن را الله میزند، الله سبحانه و تعالی او را از بین میبرد. این است که الله چه کسانی را دوست دارد؟ متوکلین را دوست دارد. ان الله یحب المتوکلین. چهارم، الله سبحانه و تعالی در جزء 26 سوره حجرات آیه 9 چه کسانی را دوست دارد؟ فإن الله یحب المقسطین. خدا عادلین را دوست دارد. پادشاه عادل را الله دوست داره، یک مسئول عادل را الله دوست داره، مرد عادل را الله دوست داره، زن عادل را الله دوست داره و خلاصه الله دوست می دارد انسانهایی که در زندگیشان عدالت هست، که واقعا خیلی جریان مهم. سروران عزیز و بزرگوار باید متوجه باشیم. خصوصا هفته گذشته بود خواهر پرزی روان کرده بود که شوهر من عدالت نمی کند چون دوست فامیل دارد. خیلی مهم است آنهایی که دوسته ازدواج کردن عدالت را رعایت کنند که الله سبحانه و تعالی دوست دارد عادلین را. این محبوب الله باشیم، بیایم کاری بکنیم که الله ما را دوست بگیرد. ما هر قدر بگیم ای الله تو را دوست داریم، تو را دوست داریم، تو را دوست داریم، اگر از این گروهان نباشیم الله ما را دوست نمیگیرد. مشرکین و اینها هم میگفتن ما الله را دوست داریم، منافقین هم میگفتن ما الله را دوست داریم، و خیلی انسانهای بدبخت و شقی الان در روی زمین هستن میگن ما الله را دوست داریم ولی الله آنها را دوست ندارد. پنجم، الله سبحانه و تعالی می فرماید فإن الله يحب المحسنین. خدا نیکوکاران را دوست دارد، کارهای نیکو را الله دوست دارد. تو برادری که وضو ساختی، وضو ساختن کار نیکی هست. آمدی به نماز خواندن کار نیکی هست. الله را سجده میکنی کار نیکی هست. با بزرگان احترام میکنی کار نیکی هست. با خردان مشفق هستی کار نیکی هست. اینها کار نیک هست. ماه رمضان روزه میگیری، حج برای تو فرض شده، به حج میروی، اینا همه کار نیک هست. بناهن الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد نیکوکاران را، که این را الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 195 در جزء 2 بیان می‌کند. ششم، الله سبحانه و تعالی دوست دارد گروه دیگری را، صنف دیگری را. فإن الله يحب المتقین. الله دوست می‌دارد انسان‌های با تقوا را، انسان‌های پرهیزگار را. تقوا چی هست؟ تقوا 3 درجه دارد. درجه اولش همین که انسان خود را از حرام دور بداره و به حلال نزدیک کنه، این تقوا هست، متقی هست. هر کس که در دنیا حرام نخوره و خود را به حرام نزدیک نکنه تقوا هست. دوم درجه دیگرش این است که انسان خود را از چی؟ از شبهات دور بداره.
شیئی که انسان را به شبهه می اندازد که این حلال هست یا حرام، این روا هست یا ناروا، انسان خود را از شبهناک دور بداره، این انسان متقی هست. الله می فرماید فإن الله يحب المتقین، همه در صیغه یحب آمده. الله دوست می‌دارد انسان‌های متقی، انسان‌های پرهیزگار، انسان‌هایی که از الله می‌ترسند و از الله ترسیدند. ما و شما را به این خانه کدام ارتش آورد؟ ارتشی بود بیای دروازه خانه ما را در بزنه که فلانی بیرون شو برو به نماز؟ همین کدام ارتش هست؟ خیلی هم جالب که تا حتی از این نوجوانهای 7 ساله و 8 ساله‌ای که به نماز هستن بی وضو نیامدیم هیچ کدام ما و شما. اگر کسی بی وضو بیایه به این مسجد بنشینه کی خبر میشه؟ هیچ کس نمیدانه. اما وضو ساختی، به خانه الله آمدی، این کدام قوه و نیرو و انرژی بود که تو را آورد؟ این تقوای تو، پرهیزگاری تو و خدا ترسی تو هست. الله سبحانه و تعالی میگه فإن الله يحب المتقین، من میگم متقین را دوست میدارم، انسانهای با تقوا و پرهیزگار را دوست میدارم، که این هم در سوره آل عمران آیه 76 جزء 3 ذکر شد. پس عنوان بحث ما این بود که الله چی کسانی را دوست میدارد. همه ادعا میکنیم که ما الله را دوست داریم، ولی الله چی کسانی را دوست میدارد؟ الله سبحانه و تعالی مجاهدین واقعی را دوست میدارد، الله صابرین را دوست میدارد، الله متوکلین را دوست میدارد، الله عادلین را دوست میدارد، الله نیکوکاران را دوست میدارد، الله انسانهای با تقوا و پرهیزگار را دوست میدارد. داخل این آیات هیچ ذکر نشد که الله سبحانه و تعالی علما را دوست می‌دارد. نه، عالم بودی با تقوا بودی الله تو را دوست می‌دارد. هر کسب که داری با تقوا باش الله تو را دوست می‌دارد. در اینجا هیچ ذکر نشد که الله سبحانه و تعالی بگه که من اولاد پیامبران را دوست می‌دارم، اولاد شهدا را دوست می‌دارم، اولاد صدیقین را دوست می‌دارم، اولاد خواجه انصار را دوست می‌دارم. نه، اینها ذکر نشد. یا فاطمه بنت محمد و یا خدیجه بنت خویلد اعملا عملا صالحا فإن يوم القيامة يسأل عن أعمالكم ولا يسأل عن أنسابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ای فاطمه دختر محمد و ای خدیجه زوجه محمد، به سارای محشر برای شما گفته نمیشه که شما دختر محمد هستید بفرمایید بروید به بهشت، شما خدیجه زوجه محمد هستید صلی الله علیه و سلم بفرمایید بروید به بهشت، از شما سوال و جوابی نیست. نه، رسول الله می فرمایند که ای فاطمه و خدیجه در دنیا عمل صالح انجام بدهید تا محبوب الله شوید، تا الله شما را دوست بگیرد. به این سروران عزیز و بزرگوار دانستیم که الله چی کسانی را دوست دارد، الله چی کسانی را دوست ندارد، که با صراحت کامل در قرآن بیان کرده. خدا نجات بدهد، خدا نجات بدهد که الله انسان را دوست نداشته باشه. اگر تمام دنیا انسان را دوست داشته باشه و الله انسان را دوست نگیره، به اندازه یک بال پشه‌ای هم ارزش نداره. اگر صدها بار امریکا مدال بده، اگر صدها بار امریکا خلاصه برای انسان تحفه های گوناگونی روان کنه و صدها بار دنیای غرب از انسان راضی بشه و الله که راضی نبود، ارزش نداره. سروران عزیز و بزرگوار، الله از چی کسانی را دوست ندارد؟ آنهایی را که دوست دارد که گفتیم. الله چی کسانی را دوست ندارد؟ اول الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره بقره آیه 190 جزء 2 ان الله لا يحب المعتدین. هرچی که پیشتر بیان کردیم یحب بود، حالا این آیات میگه لا یحب.
نفی میکنه. همانا خداوند دوست نمیدارد متجاوزین را، آنهایی که تجاوز کنن به خاک مسلمان ها، آن انسانی که تجاوز کند به ناموس مسلمان، به مال مسلمان. خلاصه الله دوست نمی دارد و دوست ندارد انسانهای متجاوز را که خدا نجات بدهد. دوم، فإن الله لا يحب الكافرین. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 32 جز سوم می فرماید که فإن الله، همانا خدا دوست ندارد کافران را. خیلی جالبه، حالا استاد میشن میگن کشورهای دوست، کشورهایی که کافر هست. الله میگه من اینها را دوست ندارم، ولی مسلمان نماهای استاده میشه میگه کشورهای دوست. اگر او لیاقت دوستی را می داشت الله با او دوستی برقرار می کرد. به این است که الله می فرماید کافران را دوست ندارم. خیلی نکته مهم است عزیزان من، الله کافر را دوست نداره، اما مسلمان امنیت کافر را می گیره. تو مسلمانی که الله میگه اگر با تقوا بشی، با توکل بشی، من تو را دوست دارم، حالا تو میری امنیت یک کافر را میگیری. خیلی جالب هست. ما هم حالا اغتشاشگر کی هست؟ مخرب کی هست؟ کسی که به بازار و کوچه بیرون بشه دکان برادر مسلمان خود را چور کنه، ما هم میگیم این انسان مخربی هست، انسان مغرضی هست، انسان آشوبگری هست. کسی که خود را به خانه برادر مسلمان خود بیاندازه به خاطر چور و چپاول، ما هم میگیم این انسان اغتشاشگر و این انسان مخرب و این انسان بدبخت و شقی. اما مسلمانی که به خاطر دین حرکت میکنه، به خاطر قرآن حرکت میکنه، به خاطر عقیده پاک و صاف و زلال خود بیرون میشه، کافری که کلام وحی الهی را به آتش میزنه، تو مسلمان، تو مسلمان نما، تو کسی که فقط هیکل ظاهری تو از اسلام و مسلمان هاست، تو این جوانی که بیرون شده از عقیده اسلامی، از عقیده پاک و صاف و زلال، رفته تا این که همین لااقل یک دو تا سنگ به لانه شیطانی انگلیس بزنه. یک دکان هم شکسته نمیشه. این جوان نه خود را به دکان میاندازه، نه خود را به خانه مسلمان میاندازه، فقط به خاطر دفاع از قرآن بیرون شده. شرم به تو مسلمانی که میگی اینها آشوبگر بودن. شرمه، واقعا شرمه. کلمه بگو، لا اله الا الله بگو که از دایره اسلام بیرون شدی. هر کس که میخوایی باشی، عالمی جاهلی، هر کس که هستی، ولا تلبس الحق. علمای یهود چی زشتی داشتن که الله اونها را ضالین و مغضوب علیهم میگوید؟ علمای یهود حق و باطل را خلط و مخلوط میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر چوکی خود، به خاطر حب مال و جاه. امروز هم هر کس که هستی میایی جوانان با خدا، جوانانی که احساس ایمانی و غیرتی در وجودشان بود، این که ما خلاصه نمیتوانیم کاری بکنیم، این ضعف ایمان ماست. این مسلمانی که به خاطر قرآن رفته، این را آشوبگر نخواه، این را اغتشاشگر نگو. به خاطر از اینکه اینها به خاطر قرآن و اسلام بیرون شدن، به خاطر کسی بیرون شدن که با او ایمان دارن. ایمان همه چیز را از انسان میتوانن بگیرن، عقیده و ایمان را نمیتوانن بگیرن. الله سبحانه و تعالی
والله لا يحب الكافرین، الله کافر دوست نمی دارد. الله با کافر دست دوستی دراز نکرده. تو چگونه مسلمان دست دوستی دراز میکنی؟ نکته دیگری که خیلی مهم است اشاره میکنم برای پلیس افغانستان. نکته است پلیس افغانستان دو گروه هستند، دو قسم هستند. تو پلیس عزیزی که تفنگ به شانه برداشتی به خاطر وطن و اینها متوجه باش. یک قسم پلیسی بود که از اینجا در جمعه گذشته همراه ما بیرون شد، در کنار برادران خود، در کنار خلاصه هموطنان خود تفنگ هم به شانه داشت ولی شعار مرگ به امریکا را سر میداد. رفت با ما و شما و خلاصه به همین ترتیب در این غم خود را شریک داشت. اما تو پلیس و اردویی که دفاع از لانه های شیطانی میکنی، تو پلیس و اردویی که تفنگ گرفتی تا او کسی که قرآن را با آتش زده حالی نمیگذاری که مسلمان ها از او انتقام بگیرن، و تو پلیسی که دمی که طرف مسلمان فیر میکنی و خوشتو میایه و میخندی، این را خوب بدان که اگر به دست مجاهدین مردار میشی، اگر به دست سربازان ابوبکر و عمر و عثمان و علی اگر مردار میشی جای تو جهنم هست. به دشمنان قرآن، حکومت افغانستان فکر میکنه که با یک هفته تمام شد و رفت. نه، عاشقان قرآن همیشه با دشمن مبارزه میکنن، همیشه با دشمن میجنگن و همیشه عاشق قرآن هستن. این با یک هفته نبود که خلاص شه. درسته بیرون شدن به کوچه و بازار تمام شده، ولی دشمنان اسلام بدانن، منافقین بدانن، حامیان دشمنان اسلام بدانن که این ملت مسلمانه، این ملت ایمان داره. بنان این ملت شیران هست. خیلی جالب، چند روز پیش در رادیو یک خواهر صحبت میکرد. یک خواهر آرزو کرد که ای خدا توانی برای من بده که آنهایی که قرآن را با آتش زدم من اونها را با دستان خود تک تک کنم. آرزوی یک زن مسلمان هست، حالا مردان مسلمان که سر جای خود. این آرزوی یک زن مسلمانه که کسی که با قرآن توهین کرده میگه او را با دستان خود تک تک کنم. این شجاعت، این غیرت، این مردانگی برای این زن مسلمان کی داده؟ همین قرآن داده. الله برایش این شهامت و غیرت داده. پس بنان پلیسی که از دین دفاع میکنه، از اسلام دفاع میکنه، از قرآن دفاع میکنه، از شریعت دفاع میکنه، برادر ما هست، از خود ما هست. بارها و بارها گفتم که پلیسی که مثلا امنیت بند سلما را داره بزرگترین جهادی میکنه که اگر انسانهای مخرب بیاین، اگر انسانهای مخرب بیاین بند سلما را تخریب کنن، او پلیس به خاطر دفاع از بند سلمه اگر کشته میشه شهید میشه. ولی بدا به حال تو پلیسی که کاسلیسی دشمنان قرآن را میکنی، استاده میشی. اونها قرآن را در دادن، تو استاده میشی که مسلمان ها سنگین است. بعد هم میگی اینا آشوبگر بودن. مشکلی نیست،
به پیغمبر ساحر میگفتن، امروز به مسلمان آشوبگر مهم نیست. به پیغمبر جادوگر میگفتن، به پیغمبر خلاصه مجنون و دیوانه میگفتن. امروز برای تو مسلمان که آشوبگر بگن، برای تو مسلمان مخرب بگن، برای تو مسلمان خلاصه اختشاشگر بگن، مهم نیست، هیچ مهم نیه. خوب بدانن همه دشمنان اسلام که با یک هفته تمام نشده، دیگه تظاهرات هم شاید خلاصه ما و شما از گوشه و کنار که نبینیم، ولی دشمن ایت فکر نکنه که مسلمان ها بیرون شدن چارجیقی کشیدن. نخیر، ما همه خود را فدای قرآن. سوم، چی کسانی را الله دوست ندارد؟ کافران را که الله گفت من دوست ندارم. سوم، والله لا يحب الظالمین. الله میگه من دوست ندارم انسانهای ظالم، انسانهایی که ظلم میکنن، انسانهایی که ظالم شدن. الله میگه من اونها را دوست ندارم. یک نکته را اشاره میکنم. امروز عذابهای گوناگونی بر سر ما و شما آمده سروران. اختطاف یک عذاب هست. تاجر ما هم متوجه نیه که زکات خود درست و صحیح بده. تاجر ما به فقیر و مستضعف درست و صحیح متوجه نمیشه. تاجر ما خلاصه در راه دین و خدمت به دین کمتر سم میگیره. این هم برای خود ظلم کرده. اما اونهایی که اختطاف هم میکنن ظالم هستن. بنان الله میگه والله لا يحب الظالمین. خدا دوست نمیدارد ظالم را. اگر انسان ثروت قارون داشته باشه کجا میره آخر؟ اگر انسان قدرت فرعون داشته باشه آخر کجا میره؟ پول انسان را خوشبخت نمیکنه، ثروت انسان را خوشبخت نمیکنه. بناهن الله میگه والله لا يحب الظالمین. بناهن تاجر عزیز در راستای دین سم بگیر، این ظلم خدا از سرتو دفع میکنه. اما امروز که تو 10 روپیه در راه الله نمیدی، بعد چی میگه برادری که اگر اختطاف شده میایه میگه الحمدلله امی 1 لک دادم خلاص شد. 1 لک دلار به ظالم نمیدادی، 10 لک در راه الله میدادی، الله تو را حفظ میکرد. اما این اختطاف یک عذاب الهی هست سروران عزیز و بزرگوار. این بمهایی که صدا میکنه 100 نفر کشته میشن، اینها عذاب الهی هست. بناهن ما متوجه باشیم که والله لا يحب الظالمین. الله ظالمین را دوست نداره. تمام میشه. اگر در دنیا انسان میلیونر بشه تمام میشه. اگر قدرت دنیا و ثروت جهان به دست انسان باشه تمام میشه. اما به پیشگاه الله باید انسان جواب بده و جواب بده سروران عزیز و بزرگوار. بناهن این آیه مبارکه میگه الله ظالمین را دوست نداره. ای ظالم دست از ظلم بردار که محبوب الله بشی. مگر اگر دست از ظلم بر نداشتی الله سبحانه و تعالی تو را دوست ندارد. چهارم، وقت ما رو به اتمام هست سریعتر میگذاریم. ان الله لا يحب الخائنین. الله خائنین را دوست نداره. آنهایی که خیانت میکنن، خیانت به وطن، خیانت به دین، آنهایی که خلاصه خیانتهای گوناگونی دارن، الله سبحانه و تعالی میگه من خیانتکار را دوست ندارم. پنجم، الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا يحب المفسدین. الله میگه من مفسدین را دوست ندارم. آنهایی که در روی زمین فساد میکنن، آنهایی که در روی زمین فسق و فجور دارن، الله میگه من اینها را دوست ندارم. ششم، هر کدام سروران عزیز و بزرگوار توضیح داره ولی وقت ما رو به اتمام هست. ان الله والله لا يحب كل كفار اثیم.
الله میگه من دوست ندارم چی کسانی را؟ انسانهای ناسپاس را، انسانهای گناهکار را، انسانهایی که قدر نعمت را نمیدانند، آنهایی که نمیدانند که بزرگترین نعمت اسلام هست، بزرگترین نعمت قرآن هست، بزرگترین نعمت دین هست. الله سبحانه و تعالی میگه اینهایی که قدر شناس نعمت نیستن، اینهایی که ناسپاسی میکنن، من اینها را دوست ندارم. هفتم، الله می فرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله می فرماید لا يحب، همان خداوند دوست نمی دارد، محبت ندارد با کسانی که اونها خودخواه هستند و فخر فروش هستند. الله سبحانه و تعالی انسانهای خودخواه و انسانهای فخر فروش را دوست ندارد. هشتم، الله می فرماید ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما. خوان صیغه مبالغه هست، می فرماید اونهایی که بسیار خیانت کردن، آنهایی که بسیار گناه کردن، آنها را الله میگه من دوست ندارم. اونهایی که خیلی خیانت کردن، از این خیانت بیشتر چی باشه؟ وطن رو بفروش، دین رو بفروش به خاطر حب جا و مقام. الله میگه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. خدا میگه شما آیات مرا با این چیز اندک نفروشید. این اندکه، ریاست جمهوری اندکه، وزارت اندکه، خلاصه والی شدن و قماندان شدن اینها اندکه. به خاطر این پست و چوکی الله میگه دین مرا نفروشید، دین فروشی نکنید، وطن فروشی نکنید، خاک و وطن خود را به بیگانهان ندهید. اگر دادید والله لا يحب، الله دوست ندارد من کان خوانا اثیما، اونهایی که بسیار خیانت کردن و بسیار گناه کردن. نهم، انه لا يحب المستكبرین. الله میگه من انسانهای متکبر را، انسانهایی که با غرور را میروند، انسانهایی که کبر و غرورشان را دنیا گرفته، الله میگه من اونها را دوست ندارم. انسان متکبر را الله میگه من با او دست دوستی دراز نمی کنم. دهم، الله می فرماید ان الله لا يحب الفریحین. همان خداوند دوست ندارد فریحین، خوشحال کنندگان را. اینها چی کدام گروه هستند؟ آنهایی که خوشحال میشن، الله اونها را دوست نداره، فریحین را دوست نداره. اینها چی کسانی هستند؟ کسی که رشوت وقتی میگیره خوشحال میشه، الله میگه این خوشحالی تو را من دوست ندارم. کسی که رجوع میکنه به قمار، الله میگه وقتی قمار را بردی خوشحال میشی، تو خوشحالی ولی قهر و غضب من بر سر تو هست. ای انسان بدبخت و شقی که میگه لحظه‌ای که تو به زنا نزدیک میشی خب احساس خوشحالی میکنی، میگه من این خوشحالی تو را دوست ندارم. وقتی به حرام نزدیک میشی خدا میگه من این خوشحالی تو را دوست ندارم. وقتی وطن را میفروشی و در مقابلش قدرت و چوکی میگیری و خوشحال هستی، الله میگه من این خوشحالی را دوست ندارم. ان الله لا يحب الفریحین. خدای تبارک و تعالی دوست ندارد آنهایی که به حرام خود را خوشحال میکنن و از طریق حرام خوشحال میشوند. یازدهم، انه لا يحب المسرفین. الله میگه من اسرافکاران را دوست ندارم. آنهایی که اسراف میکنن، آنهایی که خلاصه اسراف های گوناگونی دارن، الله میگه من اونها را دوست ندارم. حالا اسراف چی در خوردن باشه و چی در پوشیدن باشه و چی در نوشیدن باشه، خلاصه اسراف چی در زندگی خانه باشه و در ساخت و ساز خانه باشه، به هر حالی که آنها اسراف کنن و نعمت الله را حیف و میل کنن، الله میگه من مسرفین را دوست ندارم. سروران عزیز و بزرگوار، چی کسانی را الله دوست ندارد؟ اول،
تجاوزگران را، انسان متجاوز را الله دوست ندارد، انسان کافر را الله دوست ندارد، انسان ظالم را الله دوست ندارد، انسان خائن را الله دوست ندارد، انسان مفسد را الله دوست ندارد، انسانهای ناسپاس و انسانهایی که گناهکار هستند و توبه نمی کنند الله میگه من اونها را دوست ندارم، انسانهای خودخواه و فخر فروش را الله میگه من دوست ندارم، انسانهای خیانت پیشه که خیلی خیانت میکنن و بسیار گناه میکنن الله میگه من دوست ندارم، انسانهای متکبر، انسانهای مصرف، انسانهایی که از شی حرام میخوان خود را خوشحال نگه دارن الله میگه من اینها را دوست ندارم. در گروه اولی که بیان شد الله سبحانه و تعالی چی کسانی را دوست دارد؟ میگه من دوست دارم مجاهدین واقعی را، من دوست دارم صابرین را، من دوست دارم متوکلین را، من دوست دارم عادلین را، من دوست دارم نیکوکاران را، من دوست دارم متقین و پرهیزگاران. حالا خودتو انسان انتخاب کن، مای محبوب الله بشی، برنامه را کار را انجام بده که الله تو را دوست بگیره. مایی که الله تو را دوست نداشته باشه، این برنامه های دیگری که بیان شد خدای تبارک و تعالی بر همه ما و شما توفیق بدهد که کار را انجام بدیم تا اینکه محبوب الله بشیم. وقت ارتباط ما با الله برقرار شد هر جا که بری الله هست، در دنیا الله هست، عالم برزخ داخل قبر الله هست، صحرای محشر الله هست، به جنت الله هست. اما تو انسانی که ارتباط با الله قطع کردی فقط آونون از دهن تو میفته ولی امریکا نمیفته. بنان این امریکا فقط تا لحظه‌ای که اول سر قدرت دستی با تو هست و خیلی هم که همراهی کنه تو را تا سر قبر تو را همراهی میکنه. داخل قبر که داخل شدی اینجا دیگه امریکا جان نیست، اینجا دیگه جایی نیست که حالا دیگه زنگ بزنی به کاخ سفید که بیا مرا از چنگ نکیرین نجات بده. حالا دیگه جایی او نیست. او نکیرین چنان با او گرز آتشین بر فرق تو بکوبه که آنجا فقط یگانه ذاتیه که به داد انسان میرسد و تو هم که با او ذات ارتباط برقرار نکردی. ولی تو مسلمان که ارتباط برقرار کنی نکیرین میای احترامانه از تو پرسان میکنه چون محبوبی الله هستی، برای تو میگه نوم که نومت العروس، بخواب مثل که شب زفاف عروس میخوابه. به صحرای محشر برای او انسانی که ارتباط با الله برقرار نکرده او روز 50,000 سال هست، 50,000 سنه. ولی تو مسلمانی که با الله ارتباط برقرار کردی رسول الله می فرمایند که او روز برای تو مسلمان به اندازه یک وضو ساختن هست. یک وضو ساختن چند وقت میگیره برای تو مسلمان متقی و پرهیزگار او روز این اندازه هست. و بهشت هم جای تو هست، مال تو هست، لقای الله هم از آن تو هست. خدایا پروردگارا آنهایی که تو به حال نمیدانستند ای الله اونها را هدایت کن. خدایا همه ما را هدایت کن. خدایا از همه ما راضی شو. خدایا پروردگارا ارتباط خود را با ما برقرار داشته باش. خدایا پروردگارا تو ما را به عنوان دوست انتخاب کن. ای الله پروردگارا ما هرچی که بگیم ای الله تو را دوست داریم، تو را دوست داریم، زمان ارزش داره که تو بگی ای بنده من تو را دوست دارم. خدایا پروردگارا آنهایی که طلب دعا نمودن، خدایا اونهایی که فرزندانشان به چنگال ظالمین هست، خدایا پروردگارا اونها را از چنگال ظالمین خودت نجات بده. خدایا پروردگارا ظالمین را هدایت کن. خدایا ظالمین را هدایت کن. خدایا پروردگارا نعمت اسلام و قرآن را، نعمت هدایت را نصیب
کافر و ظالم بگردان. خدایا پروردگارا اگر این لیاقت و شایستگی ندارن دست کفر و ظالم از سر ما کوتاه بگردان. خدایا پروردگارا مریضانی که طلب دعا نمودن روی بستر افتاده‌اند، ای الله مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا اونهایی که اسیر شدن، به جرم دین اسیر شدن، خدایا پروردگارا برایشان صبر و استقامت عنایت بفرما. خدایا اسباب خلاصیشان را خودت فراهم کن ای الله. پروردگارا چند روزی که در دنیا هستیم ما را با ایمان زنده داشته باش، با ایمان بمیران، با ایمان حشر گردان. خدایا پروردگارا ما را ره سپار جنت الفردوس بگردان. خدایا پروردگارا جنتی که لقای تو هست، خدایا جنتی که رضایت تو هست، خدایا پروردگارا ما را به اون جنت ره سپار بگردان. پروردگارا این دستا به طرف تو دراز است. خدایا این عزیزانی که دفاع از قرآن کردن، به خاطر قرآن بیرون شدن، به خاطر قرآن جان دادن، به خاطر قرآن مال دادن، خدایا پروردگارا عزت و سرفرازی و سربلندی را نصیب این جمع و نصیب ایشان و نصیب کل امت اسلام بگردان. خدایا پروردگارا قرآن را در سرزمین ما حاکم بگردان. خدایا جوانان ما را حفظ بفرما، بزرگان و مستفیدان ما را حفظ بفرما. خدایا خواهران و مادران و همسران، خدایا همه زنان مسلمان را با عزت و با عفت داشته باش. خدایا حجابشان را حجاب اسلامی بگردان. بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا عزت از دست رفته ما را به سوی خود ما بر بگردان. خدایا روزی ما عزت داشتیم، میدانیم تا روزی که با تو وصل بودیم عزت داشتیم. خدایا ما را با خود وصل بگردان. خدایا پروردگارا عزت از دست رفته مسلمان ها را به سوی مسلمان ها خدایا بر بگردان. خدایا همه ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، برحمتك یا ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.